سلام، خیلی خوش اومدین به کانال ترک پاپاراتزی. هاند ارچل و باریش آردوچ توی مراسم متعددی از فرش قرمز خواهند رفت. ابتدا در برلین و سپس در عربستان سعودی. ژانویه سال 2025 همین ماهی که درش قرار داریم یک ماه بسیار شلوغ برای باریش آردوچ و هاند ارچل خواهد بود. زوج آریایی که تابستون سال گذشته برای اولین بار در فیلم به باد بسپار مقابل دوربین رفتن و بعد به صحنه فیلمبرداری سریال عشق را به یاد بیاور دیزنی پلاس در کاپادوکیا حاضر شدند. در اولین اکران فیلم به باد بسپار در تاریخ 7 ژانویه در سینمای سینپلکس برلین حضور خواهند داشت. بعد هم در مراسم اهدای جوایزی که 18 ژانویه در ریاض پایتخت عربستان برگزار میشه با بزرگان جهان دیدار میکنن. این مراسم بزرگترین مراسم اهدای جوایز افراد مشهور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از شبکه‌های تلویزیونی MBC و پلتفرم پخش شاهد پخش میشه. توی این مراسم 19 جایزه توی حوزه‌های سینما، سریال، موسیقی و ورزش توزیع میشه. از طرف دیگه هاند ارچل و باریش آردوچ که اخیراً فیلمبرداری سریال عشق را به یاد بیاور در کاپادوکیا رو به پایان رسوندن، به تازگی در استانبول تصویربرداری خودشون هم آغاز میکنن. در حال حاضر هم اشتیاق زیادی جهت اکران فیلم به باد بسپار توی برلین وجود داره. این دوتا ستاره برای حضور توی این رویداد و البته شروع سال جدید میلادی کمی از ست فیلمبرداریشون دور شدن. بلیط‌های اولین نمایش برلین در عرض چند ساعت فروخته شده و به دلیل استقبال شدید سالن دومی هم برای اکران فیلم در نظر گرفتن. فیلم به باد بسپار با شعار شما برنامه‌ریزی می‌کنید اما عشق برنامه‌های دیگری دارد 9 ژانویه توی سینماهای آذربایجان و همچنین در اروپا اکران میشه.